با سلام، خوش آمدید میگیم شما متعلمین عزیز را به مضمون جیولوژی صنف دهم. من دکتر علی مویقی هستم. آغاز میکنیم بخش ششم فصل دوم جلسه 3 با موضوع استراتیگرافی. اجنده هایی که در این لکچر دنبال میکنیم عبارتند از یک، تصنیف و اهمیت استراتیگرافی، دو، رویم قرار دادن طبقات، سه، مرحله افقی قرار گرفتن و چهارم، تشابه طبقات از نظر پالئونتولوژی و مورد پنجم، تعیین عمر مطلق. با ما همراه باشید. مهمترین سوالات این فصل عبارتند از میگه استراتیگرافی چیست؟ کدام بخش زمین یا کدام پروسه جیولوژیکی مورد بررسی قرار میدهد؟ طبقات رسوبی که در حوزه‌های آبی به وجود می آید چگونه بالای هم قرار می گیرند؟ و آیا این طبقات همیشه شکل افقی داشته یا به شکل پیچ و تاب خورده و چین خورده هم تبارز می کنند؟ این سوالاتی است که در این لکچر با هم به دنبال جوابایش می گردیم. تعریف و اهمیت استراتیگرافی. میگه این کلمه ریشه یونانی داره، از استراتوس به معنای طبقه و گرافوس به معنای مطالعه میاد. پس استراتیگرافی به معنای علم مطالعه طبقات است، طبقات اشجار سنگ‌های رسوبی. خب تصنیف استراتیگرافی علمی است که از روابط طبقات رسوبی بحث میکنه با ما و شما. فواید استراتیگرافی خود چی است؟ یک، در شناخت تسلسل حوادث جیولوژیکی که در زمانهای جیولوژیکی مختلف صورت گرفته. خب مورد دیگر، تغییر فاسیس ها را در مناطق و جاهای مختلف بررسی میکنه که به وسیله آن اوضاع جغرافی گذشته زمین خوبتر تشخیص داده می شود. سه، پروسه تکامل موجودات مختلف حیه حیوانی و نباتی، تحمل سنگ های مختلف، فعالیت ولکان ها و رسوبگذاری درش بحث می شود. استراتیگرافی در جیولوژی اقتصادی هم نقش دارد، چطور برمکاری ذخایر نفت و گاز و آب و همچنان معادن رسوبی مانند بوکسیت، نایتریدها، فسفاتها و زغال سنگها. خب ما و شما میبینیم که استراتیگرافی چطور علم مفید و مهمی است که در این موارد بسیار مهم در علم جیولوژی نقش دارد. خب بریم سراغ موضوع اول، روی هم قرار گرفتن طبقات. خب مواد رسوبی در زمان ته‌نشین شدن خب افقی هستند، ما و شما میدانیم. این مواد رسوبی یک مواد سست هستند، حال هنوز سمنت نشدن تا تبدیل به سنگ شوند، به مرور زمان به سنگ تبدیل می شوند. تسلسل طبقات معیار خوبی برای تعیین عمر نسبی است. چطور؟ میگه طبقات پایینتر قدیمی تر هستند، بالایی ها جوانتر هستند. اما این معیار همیشه صحیح نیست، چون اینا نمیتونن که همیشه در جایی که تشکیل شدن افقی باشن و اگر یک سلسله احجار همینطور که افقی ترسب کردن تا آخر الالعبد همینطور افقی بمانه، صحیح است. پایین تر قدیمی است، بالاتر جوانتر هستند. اما اگر شما فکر کنید که قوه‌های تکتونیکی باعث شود که اینا جابجا شوند یا بر ابرها حرکت اعمال شود، این طبقات جابجا شده خم می شوند، دچار پیچش می شوند و اون نظم اول به هم میخوره. پس ما بنان گفتن نمیتونیم وقتی که دچار تغییر شد بگیم هرچی که پایین تر است قدیمی تر است، بالاتر است جوان میباشه. خب میشود که طبقات جابجا شوند، همون گفتیم طبقات زیر جوان و طبقات بالایی قدیمی باشد. در این حالت میگیم حالت چین خورده یا پیچ و تاب خورده نامیده میشود. در تصویرم که برای شما دوستای عزیز تهیه شده باز میبینیم که طبقات هرچی پایین تر باشند در حالتی که فرم افقی از نابم نخورده باشه اینجا قدیمی تر است و هرچی به بالا میرویم طبقات جوانتر میشوند. خب در این حالت وقتی که این نظم به هم خورد چی کار کنیم؟ وقتی که این نظم به هم خورد و دیگه طبقات پایین قدیمی نبود، بالام جوان نبود، دچار پیچ و تاب شده بود، ما میتوانیم از علم پالئونتولوژی استفاده کنیم. بر مبنای اگر خاطرتون باش از لکچرهای پیشتر، بر مبنای فسیل ها بگیم که کدام لایه حال قدیمی تر است، کدام جوانتر است. بر مبنای فسیل هم تسلسل تکامل حیات موجودات بگیم اویی که فسیل حیوانات ساده را داره قدیمی تر است، اویی که فسیل حیوانات پیچیده را داره جوانتر می باشد. مرحله افقی قرار گرفتن
خب طبقات رسوبی در حالت اولیه افقی هستند، اما اگر حوزه ترسباتی مثل ابحار، بحیره‌ها توسط قوای داخلی زمین ناآرام شود، یعنی همون حرکات پلیت تکتونیک اتفاق بیفته، طبقات بنان از حالت افقی خارج می شوند. خب می بینیم در اینجا این طبقات در اول خود وقتی که ترسب کرده افقی بوده و اما نیروهای تکتونیکی برایش اثر کرده و این از حالت افقی می بینیم که چطور خارج شده است. مراحل تشابه طبقات از نظر پالئونتولوژی: یک، به طور اولیه طبقات رسوبی افقی هستند، اما بر اثر قوه‌های ژئولوژیکی در طبقات درزها و شکستگی‌ها ایجاد می شود که موجب بالا یا پایین رفتن طبقات یا چین خوردگی می شود و در این حالت بنان تسلسل افقی اولیه طبقات به هم میخورن. میگه که ما و شما در اسلایدهای پیشتر شاهدش بودیم که چطور نظم به هم میخوره. خب یک موردش باز میگه که چطور میتونیم تشابه ما و شما تشخیص بدیم. میگه قاره آفریقا و امریکا یک جا بوده به صورت یک کتله واحد، اما بعدتر نظر به نظریه پلیت تکتونیک از هم جدا شده است. حالا چطور در این مورد برای که ثبوت کنیم میره علم پالئونتولوژی یا استراتیگرافی به کمک ما میه. خب بریم ببینیم چطور میشه. یکی از شواهد یک جا بودن دو قاره موجودیت فسیل‌های دایناسورها در دو قاره است. اگر دو قاره یک جا نمی بود، دایناسورها چطور میتوانستند فاصله هزارها کیلومتر را طی کنند، بازی دریای بینشون که دریای بحر اطلس است هم بپایمایند. خب میبینیم در تصویر اگه دقت کنید دوستای عزیز، یک موجودهای مختلف در این قسمت مثلا این جانور در اینجا هم فسیلش دیده میشه، در این قسمت در آفریقا هم دیده میشود. این جانور است که نمیتونه تو زیاد راه بره، یک جانور خزنده است، از اینجا حرکت کنه هزارها کیلومتر را باز از دریا شنا کنه، باز بیایید و در خود در آفریقا برسانه. این امکان پذیر بودن نمیتونه، فقط در یک حالت میتوانی رو توجیه کرد، وقتی که ما قاره افریقا را با قاره امریکا یک جا در نظر بگیریم به صورت یک کتله واحد. تعیین عمر مطلق: خب تعیین عمر نسبی نمیتواند دوام هر دوره وقت دقیق شروع و ختم دوره را تعیین کند. تعیین عمر مطلق یعنی تعیین شود که عمر سنگ یا طبقات به سال چقدر است، که در این روش از روش رادیولوژیکی استفاده می شود. خب ما در اسلایدهای پیشتر اگه شما خاطرتان باشه تعریف دقیق با مثال تعیین قدامت نسبی و مطلقه را برای شما بیان کردیم. خب بریم مورد بعدی. میگه عناصر مؤثر در تعیین سن رادیولوژیکی چی است؟ خب ببینیم کدام عناصر هستند. یک یورانیم است، رادیم است، توریم است، پتاسیم است، کربن است و ایزوتوپ هایی که این عناصر دارند و شما با ایزوتوپ ها در مضمون کیمیا آشنا هستید که اینا چطور عناصری بوده میتونند. خب عناصر رادیواکتیویتی بدون مداخله عوامل خارجی به طور طبیعی تجزیه و به عناصر دیگر تبدیل می شود. مثلا یورانیم به سرب تبدیل میشه، پتاسیم به گاز و آرگون تبدیل میشه. خب تبدیلات رو به خاطر بسپارید. میگه دوام پروسه تجزیه بسیار زیاد است. مثلا دوره نیم تجزیه اتم های یورانیم 700 میلیون سال می باشد. خب حالا چطور تشخیص میدیم که سن بر مبنای روش رادیولوژیکی؟ میگه توسط تجزیه کیمیایی میتوان مشخص کرد که از زمان تشکیل یک حجر چه اندازه اتم های جدید سرب تشکیل و چه مقدار اتم های تجزیه ناشده باقی مانده است. اگر یک نسبت بگیرن که چقدر تجزیه شده چقدر باقی مانده، بر مبنای فرمول هایی که ارائه شده میتوانند بفهمند که از سن حجر چقدر گذشته است. میگم همچنان از پتاسیم و کربن برای تعیین عمر مطلق استفاده می شود. گفتیم که از یک فرمول های استفاده میکنند و این فرمول را هالمز ارائه کرده است و برای تعیین سن حجر پیشنهاد شده است. خب دوستای عزیز، با پایان لکچر رسیدیم. بعد از یک وقفه برمیگردیم. سوالات کانکور. سوال اول: مواد منحل و معلق در آب در حوضه‌های ذیل به شکل افقی رسوب می‌نماید. فرم اول هرات: یک ابحار و بحیره ها، دو ابحار، بحیره ها و جهیل ها، سه جهیل ها، چهار خشکه ها. خب می‌بینیم که مواد منحل و معلق در ابحار و بحیره ها هستند، در جهیل ها هستند، در خشکه ها نیستند. گزینه 4 خط میخوره و کامل ترین جواب ما گزینه 2 بوده میتونه.
کبهار، بیره‌ها و جهیل هاست. سوال دیگر: برای تعیین عمر نسبی احجار از کدام متد زیل استفاده می شود؟ فرم اول قزنی. 1. متد پالئونتولوژیکی. 2. تجزیه پتاسیم. 3. تجزیه یورانیم. هیچ کدام. خب تجزیه پتاسیم و تجزیه یورانیم که جواب 2 و 3 است خط میخورن. چرا؟ چون اینا در تعیین عمر مطلق استفاده می شوند و روش پالئونتولوژیکی در تعیین عمر نسبی مورد استفاده قرار می گیرد. گزینه 1 گزینه صحیح است. سوال دیگر: طبقات رسوبی افقی وقتی حالت افقی خود را از دست میدهند که فرم سوم ولایت غزنی 1. قوای خارجی زمین بر حوزه ترسباتی عمل نماید. 2. قوای داخلی زمین بر حوزه ترسباتی وارد گردد. 3. گزینه 1 و 2 درست است. 4 هیچ کدام. خب نظر به لکچر ما و شما گفتیم که وقتی که قوای داخلی یعنی همون پلیت تکتونیک بر حوزه ترسباتی اعمال میشه یا وارد میشه، فرم افقی اینا به هم میخورد. بنان گزینه صحیح گزینه 2 بوده میتونه. سوال دیگر: طریقه رادیولوژیکی بر اساس موجودیت مقدار خیلی کم عناصر رادیواکتیویتی زیل استوار است. فرم دوم بدخشان. 1. توریم. 2. یورانیم. 3. رادیم. 4 همه گزینه ها درست است. نظر به لکچر 1، 2 و 3 هر سه‌اش جزو عناصری است که میتوان در روش رادیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد. بنان گزینه 4 گزینه صحیح است. سوال بعد: استراتیگرافی نقش مهم ورزنده در اکتشاف معادن رسوبی زیل دارد. فرم اول بادغیس. 1. فسفات. 2. زغال سنگ. 3. بوکسید و نایتراید. 4 همه گزینه ها درست است. خب فسفات ها هم از اینا می شود به دست بیاید. زغال سنگ هم شامل میشه، بوکسید و نایتراید هم شامل میشه. بنان گزینه 4 گزینه صحیح بوده میتونه. خب دوستان نهایت عزیز، با پایان جلسه 21 از مضمون جیولوژی صنف 10 رسیدیم. جهان تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک میسپاریم.